علمجون نظاموف مدیر شعبه فیزیوتراپی بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین صبح 13 اکتبر در سن 64 در جای کارش وفات کرده است. در این باره چند نفر از شاگردان و دوستان مرحوم به پایگاه خبری بامداد خبر دادند. علمجان نظاموف این صبح به کار آمده پس از بدل کردن لباسهایش در جای کار دلش ناگهان از کار ماند، گفتند همصحبتان بامداد. علمجان نظاموف یکی از طبیبان شناخته شده در وادی زرافشان و بنیادگذار طب طبیعت درمانی در پنجکین به شمار می رفت. او در شعبه خود چندین اصول طبابت را از قبیل مس، لایمانی، سوزنگذاری، برقمانی و دیگر شیوه های معالجه را برا مانده مردم را طبابت میکرد. به گفته همکاران و شاگردانش محض با تلاش های عالمجان نظاموف شعبه طبیعت شفایی با تجهیزات لازم مجهز گردیده توجه مردم به چنین اصول طبابت افزود. عالمجان نظاموف همزمان در اول سالهای 90 از نخستین نطاقان تلویزیونی محله سیمای پنجکین بود که برنامه 36/6 درباره سالمی جامعه را میبرد. 2 سال قبل دکتر نظاموف با عنوان اعلاچی تندرستی تاجیکستان سرفراز گردیده بود.